چند پیش در برخی منطقه ازبکستان از جمله در توشکند، فرغانه، اندیجان، قوقند و قرشی تابلوهای تبلیغاتی شرکت موبیل ریتایل مالک برند ال مکان نصب کرده شدند که بعضی مالهای مخصوص برای ماشین ها را با چنین متنها تبلیغ میکردند. در حق زن دویمتان غمخوری کنید و به جای مهر تکنیک پرسید. مهر پولی است که طرف عروس از داماد پیش از عقد نکاح طلب میکند. هرچند مسئولان شرکت میگفتند که منظورشان در این معرکه تبلیغاتی از عباره زن دویم ماشین است که بسیاری از مردان ماشین خود را زن دویم مینامند، ولی تابلوهای تبلیغاتی ال مکان سر و صداها و هنگامه زیادی بپا کرده و برخی آنها را همچون تبلیغ دو زنگی معنی داد کردند. در نتیجه کمیته رشد رقابت و حمایت حقوق خریداران ازبکستان روز 6 فوریه سال 2023 با نشر عکس‌های لحظه برچیدن تابلوهای تبلیغاتی ال مکان خبر داد که به سبب سر و صدای زیادی که این تابلوها در جامعه بپا کرد تصمیم گرفته شد تا تمام تابلوهای تبلیغاتی مربوط به غمخوری در حق زن دوم از کوچه خیابان‌ها برداشته شوند. کمیته در اطلاعیه‌اش گفت متن این تبلیغات را غیر اخلاقی، نامناسب و مخالف به قانون ترغیبات ازبکستان و همچنین مخالف معیارهای معنوی در جامعه شکل گرفته می شمارند. کمیته گفت به این دلیل به شرکت ال مکان امر دادند که تابلوهای تبلیغاتی خود با این محتوای مشکوک را برچینند و تا روز 6 فوریه این تابلوها پر را برچیده شوند. این نهاد اظهار داشت که من بعد نیز به نظارت محتوای تابلوهای تبلیغاتی ادامه داده مانع نصب چنین تابلوهای بی‌معنی خواهند شد.